من فرشاد امیرخانی هستم. درود بر شما باشه. این ویدیو یک فراخوان برای شرکت در یک شکایت گروهی است که دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل قصد ثبت اون در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا را دارد. اگر شما یک پرونده I-485 برای تعدیل وضعیت مهاجرتی خود دارید و در فهرست کشورهای ممنوعیت سفر قرار گرفته اید و به واسطه این در واقع سیاست مراحل کاری و اداری شما متوقف گشته، این ویدیو مخصوص شماست. ما فرصت رو فراهم کردیم تا شهروندان این 19 کشور که در فهرست ممنوعیت سفر دولت آقای ترامپ قرار داشتند بتوانند توقف در بررسی و رسیدگی پرونده های I-485 خود را به صورت قانونی به چالش بکشند. این توقف ناشی از یادداشت سیاست اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا موسوم به USCIS هست که به تاریخ 2 دسامبر 2025 با شماره PM-602-092 در واقع انتشار پیدا کرده و در حال حاضر در حال اجرای این سیاست هستند. به باور ما این تعلیق گسترده و یک پارچه غیرقانونی است، زیرا بر اساس ملیت متقاضیان انجام شده و اداره USCIS یا همان اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا اختیار چنین توقف فراگیری رو با این نوع نگاه ندارد. توجهی که باید شما داشته باشید این هستش که احتمالاً ما این شکایت گروهی را منقسم به چند شکایت گروهی خواهیم داشت تا بتوانیم توان مقابله دولت برای به چالش کشیدن صلاحیت محل رسیدگی به حداقل برسونیم. تاریخ‌های مهمی رو که باید به خاطر داشته باشیم از این قرار است: مهلت ثبت نام برای پذیرش در این شکایت گروهی 26 دسامبر 2025 تعیین شده و تاریخ تقریبی ثبت شکایت در دادگاه حدوداً 9 ژانویه 2026 مقرر شده. شرایطی که برای این شرکت در این شکایت گروهی لازم هست به این در واقع به این قراره: برای اینکه متقاضی اصلی I-485 در این شکایت بتونه شرکت بکنه باید 4 شرط رو داشته باشه. نخست اینکه در داخل خاک ایالات متحده آمریکا قرار داشته باشه. 2 اینکه یک پرونده I-485 در حال بررسی داشته باشه که رسید I-797 اون رو هم دریافت کرده باشند. 3 اینکه شهروند یکی از 19 کشوری باشه که تحت تاثیر سیاست‌ها روند اداری و کاری ایشون متوقف شده باشه. از بین این 19 کشور کشورهای ایران و افغانستان در واقع به عنوان کشوران فارسی زبان که این ویدیو مخصوص اونهاست در واقع گنجانده شده. در نهایت اینکه 4مین شرط این هستش که در هیچ دعوی یا شکایت فعال دیگری به واسطه تأخیر غیر منطقی یا همان مندموس I-485 به عنوان شاکی یا خواهان حضور نداشته باشه. هزینه شرکت در این شکایت بر مبلغ $3000 تعیین شده که این مبلغ شامل تمام افراد یک پرونده در واقع می شود و دیگر یعنی افراد زیر مجموعه نیازی به پرداخت ندارند. یعنی هر یک پرونده مبلغ $3000 در نظر گرفته شده. شرایط پرداخت به این شکل هستش که پرداخت اولیه $1000 پیش از شروع کار هنگام ثبت نام و $2000 باقی مانده آن اول فوریه 2026 قابل پرداخته. نکته قابل توجه این هستش که مبلغ $2000 آخر تنها برای حمایت از افرادی است که تحت تاثیر یادداشت 2 دسامبر اداره مهاجرت به صورت امتیازی به تعویق افتاده. اگر ترجیح میدید که در واقع مبلغ کل رو پرداخت کنید این گزینه نیز برای شما همچنان برقرار هست. نحوه شرکت در این شکایت کاملا به صورت در واقع خودکار و اتوماسیون هست. شما میتونید با مراجعه به وبسایت اصلی
دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل یعنی همون redeagleLaw.com مراجعه کنید و در بخش پذیرش این نوع شکایت مراحل اون رو آغاز و تکمیل بکنید. از اینکه همراهی ما رو دارید، از اینکه به ما اعتماد دارید، از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما باشد.